کارمند خدمات گمرک تاجیکستان پرویز تغایف غالب آزمون بین المللی بهترین متخصص اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2023 در نامیناسیون خدمتچی دولتی و حفظ حقوق گردیده با دیپلم درجه یک، نشان سر سینگی و شهادتنامه غالب این آزمون قدردانی شد. خدمات گمرک تاجیکستان روز 14 یونی سال 2023 خبر داد که آزمون تحت عنوان بهترین متخصص اتحاد دولت‌های مستقل 2023 از روی 21 نامیناسیون با ابتکار وزارت معارف و علم قزاقستان همراه با حرکت عمومی خلقی بابک برای معین کردن بهترین متخصصان و کارمندان بین کشورهای اسنگ برگزار شده بود. در جنبست آزمون پرویز تغایف در نامیناسیون خدمتچی دولتی و خدمتچی حفظ حقوق آزمون مذکور بهترین دانسته شد. پرویز تغایف از کارمندان سابقه‌دار سوهای گمرک تاجیکستان و شما رفته در شبکه‌های اجتماعی نیز خیلی فعال است و اساسگذار و گرداننده چندین گروه صحیفه‌هایی است که اساساً طرفداران پرزیدنت کنونی امامعلی رحمان را متحد می‌کنند. اسنگ و اتحاد دولت‌های مستقل در اولای سال‌های 90 در پی فروپاشی اتحاد شوروی تأسیس یافته 9 کشور شوروی سابق روسیه، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان و 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را متحد می‌کند. ترکمنستان عضو وابسته اسنگ است ولی اسناد آن را تا حال پاره تصویب نکرده عضو کامل این سازمان نشده است.